چیزهایی که از آنچه ما فکر میکنیم خیلی بزرگتر هستند. یک وامبت کاملا بالغ. وامبت ها پستانداران کیسه‌دار هستند. دست دادن نهنگ و غواص. گوزن موس. گوزن موس بزرگترین نوع گوزن از لحاظ هیکل است. نام اصلی موس از زبانهای آلگونکویان از زیر خانواده‌های زبانهای بومی آمریکای شمالی گرفته شده است و به معنای خورنده شاخه‌ها می باشد. وزن آنها تا 800 کیلوگرم و قدشان تا 5 متر تا روی سر و حداکثر 2 متر و 30 سانتی متر تا شانه هایشان می رسد. این یعنی شاخهای آنها تقریباً به اندازه 2 متر و 50 سانتی متر می رسد. یک کروکودیل آبشور در برابر انسان.